عرض سلام، وقتتون بخیر. تو یکی از میدونای استانبول هستم. اینجا این کفترها، چایی‌ها، یه قدری از این مرغای دریایی ها جمع جور شدن. اونجا نون براشون ریختن، اومدن به هوای نون خوردن. مرغ دریایی هستن، این برام کفتر هستن. این بنده خدا رو، این حاجیه رو داریم میبینیم. اونم به قول یارو گفتنه اومده نون داره برای این پرنده ها میریزه. قشنگه، مردم خیلی خوب خوشگل دارن با این پرنده ها زندگی میکنن. حالا دون بهشون میدن، هواشون رو دارن، یکی براشون آب گذاشته، یکی براشون نون ریخته. حالا هر کسی هر جوری میتونه یه کاری میکنن که این پرنده ها اینجا جمع بشن. یه جاذبه ایجاد شده، هم برای مردم خودشون، برای بچه ها خودشون، هم که برای مسافر دیگه، برای توریست. یکی از جاذبه‌های توریستی شده. خیلی خوب، خداحافظتون باشه.